سراسر جهان و در سراسر گیتی، هم میهن ایرانی، هموطن عزیز، امروز با دلی پردرد جلوی این دوربین نشستم و از تک تک شما که صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید تقاضا میکنم برای یک بار هم که شده با هم بیاییم و این پتیشن رو که به آدرس سازمان ملل متحد نوشته شده امضا کنیم و از اینکه شخصی به نام محمود احمدی نژاد برای چندمین بار به عنوان نماینده کشور عزیزمون ایران در اونجا میره و با بدترین کلمات و با قسی‌ترین صحبت‌ها در رابطه با ما و ملت ما و کشور ما صحبت میکنه اعتراض کنیم. هموطن عزیز، من واقعا نمیدونم دیگه تا به کجا باید بنشینیم و نگاه کنیم که دختران و پسرانمون رو به اون صورت بهشون تجاوز کنن. وضعیت زندگی شماها چه در داخل چه در خارج به این حالت در بیاد، همه چیز بره در دست یک عده بسیار محدود و بزرگترین و اکثریت و بیشترین تعداد ملت در زیر بدترین فشارهاشن، ولی باز هم هر سال اجازه بدیم که این مجسمه بلاهت و این منظومه کثافت بلند بشه و بره در سازمان ملل، با اینکه نماینده ها صندلیاشون رو خالی میکنن ولی از تمام دوربین ها استفاده کنن و باز پرروتر از بگن که اومدن در رابطه با آزادی های بسیار بیشماری که در کشور جمهوری اسلامیشون هست برای دنیا صحبت کنن. هموطنان باید متوقف کنیم اینها رو و اولین قدمش امضای این پتیشن است. من آرش مهدوی از همه شما عزیزان در هر کل جهان که هستید تقاضا میکنم بیایید این کارا انجام بدیم. یک بار هم که شده نشون بدیم میلیون ایرانی پشت این پتیشن هستند و واقعا بخونید ببینید همون چیزی نیست که شما میخواهید. ازتون تقاضا میکنم این کار اول رو انجام بدین و ازتون خواهش میکنم کشته شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، سختی ها رو قبول کردن به صورت یک عادت روزانه برای ما در نیاد. یک زمانی ایرانی بودن مظهر افتخار بود. متاسفانه امروز ایرانی بودن نشون دهنده قبول همه این مشکلات و نشون دادن این که ما اجازه میدیم افرادی مثل احمدی نژاد، خاتمی و دیگر کثافت‌های جمهوری اسلامی بتونن بر ما قدرت و فرمایی کنند و ما بنشینیم و در بالاترین و سخت‌ترین شرایط ساکمون رو ببندیم و از اون کشور فرار کنیم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. ما باید این حکومت و این سیستم رو از ریشه در بیاریم. ما پیروزیم چون حق با ماست، با هیچ کسی هم شوخی نداریم. زنده باد ایران.